این حلوا طعم بی‌نظیری داره، اما باید با حوصله درست بشه. اول آردو رو حرارت نیم ساعت با شعله ملایم تفت میدیم. به این رنگ که رسید الکش میکنیم. خاک قند رو الک میکنیم و بهش اضافه میکنیم. پودر هل رو الک میکنیم. وانیلم اضافه میکنیم و مخلوط میکنیم. بعد آردو به 2 قسمت تقسیم میکنیم. روغن نباتی رو هم حرارت میدیم که آب شه. بعد اینطوری کم کم به آردمون اضافه میکنیم تا به این غلظت برسه. بعد داخل سینی پهنش میکنیم. پودر کاکائومون رو به بقیه روغن اضافه میکنیم و حرارت میدیم. وقتی که آب شد به بقیه آرد اضافه میکنیم. همینطور کم کم اضافه میکنیم. یه کمی باید شلتر باشه این. بعد روی بقیه حلوا اینطوری صافش میکنیم. میره استراحت میکنه. بعد 2 ساعت اینطوری برشش میدیم و گوشه هاشو کنار میذاریم و اینطوری به راحتی به کمک چاقو جدا میکنیم و نوش نگاهتون.